برادرها بسیار روح میته. ولی همین کی را خوندم یک روز از اینترنت، همین کانستروکتوری تیتانیکا، همین کانستروکتوری همین تیتانیکا ساختگی آدم یک به نام توماس اندریوس اینطوری کانستروکتورش بوده است. همین تیتانیکا در همون مقاله آورده است که 55,000 لشدین سیل داشته است. اگر بسیار مقصد خیلی جمعی قدر 260 متر درازیش، 33 متر بلندیش، نه قدر 28 متر پهمیش همین آورده است و بعد همین گارانتیش، همین خیلی گارانتی از بین دادگی، بعد همین کانستروکتور همه را جمع میکنه که ژورنالیست ها رو، بعد سوال جواب میشه. بعد در همونجا میگه ژورنالیست ها پرسیدنش که خب همین تیتانیکی خودت ساختی، مقصد اعتمادی داره در سفر؟ اعتمادی داره مقصد؟ تو چه اندازه همین مقصد کامل پر است که یعنی دیگه اگه جای خوف خطر نداشته باشه؟ بعد میگه همین کانستروکتور گفته است که ما همین قطعا میگم که همین خیلی گفته است انا مستحکم و همین خیلی دلپر ساختگیم که خدا چپکش نمیتونه. همین را گفته است که خدا چپکش نمیتونه گفته است. خب کمی غرور نه، همین غرور، همین بدبخت فرعون که سلطنت و همه شرایط و امکانیت همین بردارو که سرشید، بعد گفت انا ربکم الاعلی، من خدای بزرگم. همین خیلی ده که همین قدرت و ثروت همین اگر کمتر کنترل نکنی و رعایت نکنی، آینده آمدن اینطوری همه باد بخور میبره. بعد میگه پزد، لیکن بین نه چندان عمر درازی هم ندیده، یک پاره یکم سفرش ده در همونجا نیستونگی که 15 اپریل 1912 عجیبش همین که همون کانستروکتور هم بود اونجا خشم بود. اینا 1567 کس میگه در اونجا مرد، 2200 کس میبرده. توماس اندریوس ها همین آدم کانستروکتورش بوده است. اگه گپ ببینیم برادرها، غرور را ببینیم که خدای مهربان همین خیلی در برابر غرور شکست همین روی خب به آبرو شرمنده شدن نمی رو ببین. برای این برادرای از یک ما از این محفل ها این قدر برای شما گفتنیم که چیزی میشنویم، خب باید همون چیزایی که در خدامون داریم میشنویم از نام زبان پیامبر وقتی میگنمون همه را در خدامون خب جاری کنیم و مطرح کنیم تا که انشالله برای ما و شما خیر دنیا و آخرت میشه. الله همه شما را نگهبان باشه.